مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون عدالت سیدنا عمر که چگونه عدالت داشتن اشارات مختصر شد. در این جلسه پیرامون این که در زمان سیدنا عمر در حقیقت آزادی بیان و این که چگونه آزادی بود و در حقیقت ما میتوانیم آن را آزادی بگوییم که در اصطلاح امروزی آزادی بیان میگویند، ما در حقیقت آزادی بیان را در زمان فاروق اعظم مشاهده میکنیم. ارتباط به عدالت فقط همین قدر کافی است که در برنامه گذشته هم گفتیم عدالت سیدنا عمر زمانی که نماینده کسری هرمزان میآید چی میگوید؟ میگوید حکمت فعدلت فامنت فنمت. واقعا خود این 4 کلمه یک عالم معنا هست. وقتی که انسان از زبان کسی که شاید هیچ وقتی حرف را به زبان نیاورد بشنوه جالب هست و مهم هست. نماینده کسری هرمزان بلندسر سیدنا عمر استاده می شود و می گوید عدالت کردی، امنیت آوردی و حکم کردی و حالا راحت می خوابی. ارتباط به آزادی بیان در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر روزی در منبر بلند میشن و برای آنهایی که پایین منبر سیدنا عمر بودن چی میگویند؟ میگویند که اگر من خلاف رسول الله کار را انجام بدهم شما مردم با من چه کار میکنید؟ در بین این صف کسی استاده می شود و چی می گوید؟ از وسط آن اشخاصی که در
حضور سیدنا عمر یا در پایین منبر سیدنا عمر قرار داشتن، شخص استاده می شود و می گوید ای عمر، متوجه باش که اگر خلاف دستورات اسلام و قرآن و خلاف رسول الله تو کار را انجام بدی، من تو را با شمشیر راست می کنم. این را میگن آزادی بیان. سیدنا عمر وقتی چنین حرف میگه در جواب چنین میشنود. سیدنا عمر چی زیبا میفرماید، میگوید الحمدلله، الحمدلله که کسانی هستند که اگر عمر خلاف رسول الله عمل کنه او را با شمشیر راست میکنند. این در حقیقت آزادی بود. این در حقیقت آزادی بیان هست که شخص در مقابل امیر المؤمنین استاده می شود و حرف دل خود را می گوید و حرف حق را به زبان می آورد و سیدنا عمر هم خوشحال می شوند. روز دیگر سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که در منبر استاده شدن و خطبه می دادن و سخنرانی می کردن و مردم را متوجه می ساختن. الله اکبر، خیلی مهمه. وقتی ما میگیم دین اسلام دین آزادی هست، ما از اینجا درس میگیریم که عمری که با او همه هیبت، با همه شجاعت، با همه قدرت امیر المؤمنین هست، از هیبتش ابرقدرت‌های جهان فارس و روم میلرزد، ولی در مقابل سخن حق چقدر نرم و ملایم و چقدر تسلیم حق و حقیقت هست. سیدنا عمر وقتی که لباسهایی بود تقسیم کردن در بین صحابه و بین مسلمین، آمدن مسجد خطبه می‌خواندن و شخص استاده می شود و برای سیدنا عمر چی میگوید؟ ای عمر، ما حرفهای تو را نمیشنویم. سبحان الله، حرف عمر امیر المؤمنین، چرا نمیشنوی حرفهای من؟ گفت که از این لباسهایی که شما تقسیم نمودید، لباس من فقط عورت مرا پوشاند، برای من لباس درست و صحیح نشد، ولی لباسهای شما چقدر بلند و برای شما لباس شده، چرا حق خود را بیشتر گرفتید؟ سیدنا عمر چی جواب میدهند؟ سیدنا فاروق اعظم میگوید عبدالله فرزند من استاده شد تو جواب بدی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما بلند می شود و می گوید من سهمیه لباس خود را، او حصه‌ای که حق من بود، نصیب من بود که در تقسیم برای من داده شده بود، من برای پدر خود هدیه کردم، برای پدر خود دادم تا پدر من لباس مرا و لباس خود را یک جا برای خود لباس ساخت و برای او لباس شد. بعد شخص در جای خود نشست و قناعت کرد. این آزادی را در کجا میتوان پیدا کرد؟ این آزادی که شخص در مقابل امیر المؤمنین استاده می شود، حرف دل خود را بیان می کند. این جرأت را برای این صحابه کی داده بود؟ عدالت سیدنا عمر، خدا ترسی سیدنا عمر، او خدمات سیدنا عمر
و اینکه ملت را سیدنا عمر آزاد گذاشته بود که بیاین حرف دل خود را بیان کنند. موضوع دیگری که واقعا انسان اصل آزادی را در زمان سیدنا عمر مشاهده می کند. روز دیگر سیدنا فاروق اعظم در منبر خطبه می خوانند. بعد اعلان می کنند که متوجه باشید که مهریه های زنان باید که از 40 اوقیه بیشتر نباشد. مهریه زن از 40 اوقیه بیشتر نباشد. اگر کسی از 40 اوقیه بیشتر گرفت، بیشترش را میگیرم و به بیت المال تسلیم میکنم. وقتی که سیدنا عمر این حرف را میگوید، میدانید کی ایستاده میشود؟ یک زن استاده می شود، بلند می شود که ای عمر، به کدام صلاحیت چنین فرمان را صادر می کنید در حالی که قرآن می فرماید و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. قنطارا، و مجردی که سیدنا عمر این حرف را میشنود که الله سبحانه و تعالی این حق مسلم زن هست، هر قدر مهریه تعیین بشه که اجازه زن باشه حقش هست، حق مسلمش هست. هیچ کس نمیتواند یک ذره بدون اذن و اجازه زن چیزی را بگیرد و به کسی بدهد و به کسی بخشش کند. سیدنا عمر چی میکند؟ آیا این زن را تهدید می کند؟ آیا در مقابل حرف این زن قرار می گیرد؟ سیدنا عمر رضی الله عنه بار دیگر به منبر بلند می شود و حرف خود را پس می گیرد و تسلیم حرف پروردگار عالم هست. این را میگن آزادی، این را میگن آزادی بیان، این را میگن در حقیقت انسان بلند بشه و حرف دل خود را بیان بکنه و مطرح بکنه. پس این به طور خلاصه و فشرده پیرامون اصل آزادی و یا اینکه آزادی بیان در زمان خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه بود. حالا پیرامون مهمترین ویژگی های سیدنا عمر، مهمترین ویژگی های سیدنا عمر چیست؟ ترس خداست، تواضع هست، تقوا هست، که اینها مهمترین ویژگی های سیدنا عمر که انشاءالله بعد از میان برنامه بیان می شود. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون اصل آزادی بیان در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه نمونه های را اشاره کردیم. حالا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه دارای ویژگی های خاصی بودن. این که شخص استاده میشه در مقابلش اعتراض میکنه، حرف دل خود را میگه، و اینکه یک زن استاده میشه موضوعی را مطرح میکنه، آیه را میخوانه، سیدنا عمر را متوجه میسازه، و اینکه خود سیدنا عمر اینها را میپذیرن و قبول میکنن، در حقیقت این جایگاه و فضائل شخص امیرالمؤمنین را نشان میدهد. حالا از ویژگی های که سیدنا عمر رضی الله عنه که به طور خلاصه و فشرده بیان کنیم، مسئله تواضع سیدنا عمر. قرآن میفرماید تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خانه آخرتی که الله سبحانه و تعالی او وعده داده برای متقین و برای پرهیزگاران، و از آن او کسانیه که آنها در روی زمین تکبر نمی کنن، فساد نمی کنن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. در روی زمین تکبر نمی کنن، اراده تکبر ندارن، اراده فساد ندارن. والله سبحانه وتعالى می فرماید والعاقبة للمتقین، عاقبت از آن متقین هست. پس خود تواضع، فروتنی از جمله نشانه های انسانهای متقی و پرهیزگار هست. ارتباط به تواضع سیدنا عمر فقط به طور خلاصه و فشرده یکی دو نمونه را اشاره می کنیم. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که نماینده کسری آمد، سیدنا عمر را کجا دید؟ در گوشه از مسجد، در روی زمین بسیار ساده خوابیده بود. الله اکبر. وقتی هرمزان این حالت را دید، فکر افتاد امپراتور روم، یعنی قیصر روم و کسری، از هیبت این در بهترین بسترها اونها رو خواب نمی بره، ولی این راحت خوابیده هست. سیدنا عمر در جمع صحابه، در کنار صحابه، مثل بقیه صحابه، بقیه مردم در گوشه مسجد می نشستن، با مردم حرف می زدن. وقتی که اونا رو خواب می گرفت در یک گوشه می خوابیدن. این اوج تواضع سیدنا عمر رضی الله عنه. قصه
که سیدنا عمر از بازار عبور میکردن، عجوزه بار سنگینی داشت. سیدنا عمر وقتی این بار را از این عجوزه گرفتن تا نزدیک خانهش بردن، این عجوزه وقتی که این تواضع سیدنا عمر را دید نمیشناخت که این امیرالمؤمنین هست. و بعد چی گفت؟ والله انك لأحق بهذا الامر من عمر. الله اکبر. این عجوزه گفت من اینقدر شخص زیبای و متواضعی تو را دیدم که کاش تو عمر می بودی، تو مستحق تری. سبحان الله. یعنی سیدنا عمر از تواضعی که داشتن دست ضعیفان را می گرفتن، کوشش میکردن که بار از دوش دیگران بردارن و بر دوش خود بگذارن، سنگینی از دیگران برداشته بشه و بر شانه های مبارک سیدنا عمر گذاشته بشه. و همچنین از تواضع سیدنا عمر رضی الله عنه که روزی در کوچه ها عبور می کردن، همان قصه و داستانی که زنی که میخواست اطفال خود را بخوابانه و چیزی نبود، فقط دیگر آب میکنه و با آتش روشن میکنه تا اینکه اطفالش بازی کنن و مطمئن باشن که داخل این غذا هست و بالآخره بخوابن. سیدنا عمر وقتی گریه اینها را دید، میرود از بیت المال بر شانه خود آن کیسه بالآخره غذا را گرفته می آورد، میگوید من همانطوری که گریه این اطفال را دیدم باید خنده اینها را مشاهده کنم. خود سیدنا عمر می نشیند، غذا را آماده می کند، خود سیدنا عمر آتش روشن می کند، خود سیدنا عمر همکار می شود با پختن غذا و اینها. یک لحظه فکر کن برادر و خواهر که سیدنا عمر وقتی میگیم امیر المؤمنین بود، یک ابرقدرت جهان بود، امپراتور وقت بود، چون امپراتورهای دیگر به دست سیدنا عمر از بین رفت، ابرقدرت‌های جهان به دست سیدنا عمر از بین رفت، قلدرهای دنیا، متکبرین دنیا به دست سیدنا عمر بینیشان به خاک مالیده شد. او شجاعت، غیرت، همت که سیدنا عمر داشت، ولی باز هم با تواضع و فروتنی همکار می شود به پختن غذا تا این که می گوید گریه اطفال را دیدم، خنده اطفال را هم ببینم. همچنین سیدنا عمر رضی الله عنه با غلامان می نشست، غذا می خورد. سیدنا عمر رضی الله عنه اگر ما هر قدر از تواضعشان بگوییم که هنوز هم کم گفته ایم. با فقرا و مساکین می نشست. سیدنا عمر ساده زندگی می کرد. سیدنا عمر رضی الله عنه ساده غذا می خورد. سیدنا عمر رضی الله عنه ساده لباس می پوشید. سیدنا عمر رضی الله عنه با اقشار مختلف جامعه گفتگو می کرد. سیدنا عمر رضی الله عنه با الاغ می نشست، طوری که در جلسه گذشته گفتیم. حتی کسی که بر الاغ سوار بود، سیدنا عمر پشت سرش می نشست. همه اینها تواضع سیدنا عمر رضی الله عنه را نشان می دهد. حتی پیرامون تواضع سیدنا عمر رضی الله عنه
سیدنا عمر روزی در یکی از باغها داخل می شوند، نخلستانهای خرما، بچه ها بازی می کنند. این امیر المؤمنین هست. الله اکبر. وقتی که بچه ها سیدنا عمر را می بینند فرار می کنند. یکی از اونها می ماند و دمنش خرما دارد. سیدنا عمر پرسان می کند چیست اینها؟ این یکی از بچه ها می گوید یا امیر المؤمنین، این خرماهایی است که من از زیر درختان جمع کردم. سیدنا عمر دمنش را می بیند که در حقیقت خرمایی است که از درختها افتاده و در زمین و ای برداشته است. سیدنا عمر می گوید حالا برو خلاص هستی. وقتی که این بچه میخواد حرکت کند در جای خود توقف میکند. سیدنا عمر رضی الله عنه میگوید چرا نمیروی؟ چرا توقف کردی؟ این بچه چی میگوید؟ میگوید یا امیر المؤمنین، یا عمر الفاروق، من پریشانم. در مسیر راه من بچه ها در کمین هستند و ایستاده هستند. هنگامی که من بروم آنها خرماها را از من میگیرند. نمیدانم چی کنم. سیدنا عمر رضی الله عنه، الله اکبر، قربان تواضع سیدنا عمر، قربان فروتنی سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر برای این بچه میگویند من همراه تو میروم. این میگوید که من با همراه سیدنا عمر آمدم. سیدنا عمر مرا آوردن تا دروازه خانه من. ببین بیننده عزیز و گرامی، تواضع سیدنا عمر را. ما کجا می رویم؟ آیا روزی شده که ما هم خود را در خدمت یک طفل قرار بدهیم و حرف او را بشنویم؟ آیا لحظه شده که ما هم با اقشار مختلف، با فقیر و مسکین و یتیم روزی سر زده باشیم، با اونها غذا خورده باشیم؟ این تواضع سیدنا عمر فاروق که من شمه و قطره را بیان کردم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که زندگی این بزرگان را وقتی میخوانیم و میشنویم تنها به شنیدن اکتفا نکنیم، جامعه عمل بپوشیم. خداوند همه ما را پیرو واقعی فاروق اعظم بگرداند. تا برنامه بعد که باز هم صحبت از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر هست، شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم